سلام و درود خدمت رفقای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. به جلسه دوم آموزش طراحی بسته‌بندی خوش اومدید. ما داخل جلسه قبلی در رابطه با انواع چاپ، انواع بسته‌بندی، سطوح ساختاری مختلف بسته‌بندی‌ها و دو تا از سیستم‌های مهم ما در طین طراحی‌ها و حالا کلاً همه طراحی‌هایی که ما می‌تونیم انجام بدیم صحبت کردیم. قرار شد خودتون برین در رابطه با انواع بسته‌بندی‌ها پروسه‌شون یه مقدار بیشتر تحقیق کنید که بتونید راحت‌تر با کارفرماتون کانکت بشید. ما داخل این جلسه قرار بریم سراغ تفاوت‌های بین نرم افزارهای ایلاستریتور و فتوشاپ و در واقع یه توضیح در رابطه با فضای داخلی ایلاستریتور میدیم. خیلی خوب، همونطور که می‌بینید من داخل این صفحه دو تا لوگو رو براتون قرار دادم که جفتشون یکی ان، منتها با این تفاوت. سمت چپ یک آبجکتیه که این در واقع وکتوره و از یک سری مسیرهای تعیین شده که این مسیرها هر کدومشون یک سری فرمول دارن، مثل تابع‌های مختلفی که شما داخل دبیرستان می‌خونین. و سمت راستی من یک تصویره که این تصویر در واقع از پیکسل‌های مختلفی تشکیل شده و هر پیکسل یک مربع کوچیکیه که قرار گرفتن تعداد زیاد اینا در کنار هم دیگه تشکیل یک تصویر رو میده. خیلی خوب، میخوام تفاوت بین فتوشاپ و ایلاستریتور رو با همین دوتا لوگویی که در واقع یکی هستن هم براتون توضیح بدم. ببینید ما داخل ایلاستریتور چیزایی که طراحی میکنیم وکتور هستن، یعنی هر چقدر که ما اینها رو بکشیم یا کوچیکشون کنیم یا روشون زوم کنیم یا هر کار دیگه ای روشون انجام بدیم، اینا همچنان کیفیت خودشون رو حفظ میکنن. ببینید مثلا میگم من روی این آبجکتم خیلی زوم میکنم، ببینید همچنان هنوز من هر چقدر زوم میکنم کیفیتش کاملا حفظ و هیچ تغییری داخل کیفیتش رخ نمیده. اما اینوری چی؟ حالا یه مقدار بی‌کیفیت هم هست این تصویری که انتخاب کردم که راحت‌تر متوجه بشین. هر چقدر من زوم میکنم ببینید این پیکسل‌های مختلف این تصویر داره نشون داده میشه. این مربعای کوچیکی که دارید میبینید اینا قرار گرفتهشون در کنار هم دیگه یک تصویر رو به ما میدن که تعداد زیادشون در کنار هم دیگه در واقع یک مربع میشن، در واقع یک تصویر میشن و هر کدومشون یک رنگ خاص مخصوص به خودشون رو دارن. خب حالا ببینید ما چرا در واقع از ایلاستریتور استفاده میکنیم برای طراحی بسته‌بندی. یکی از دلایل اصلیش همین افت کیفیته. دلیل دومش هم تو صحبتام بهش اشاره کردم. ببینید شما زمانی که از یک آبجکت وکتور مانند استفاده می‌کنید، در واقع یک وکتور استفاده می‌کنید، مسیر اون کاملا مشخصه و زمانی که یک دستگاه الکترونیکی بخواد اون مسیر رو حالا برش بزنه یا تاش کنه یا حالا در واقع با کیفیت بالاتری چاپش کنه، واسش راحت‌تر تشخیص دادنش. بعد اینکه اگر لازم باشه ما تغییر سایز ایجاد کنیم داخل آبجکت‌های وکتور مانند اون راحت‌تر. ببینید مثلا من این دو تا رو جفتشون رو با هم دیگه بزرگ می‌کنم ولی کیفیت سمت چپیمون کاملا ثابته، هیچ تغییری نکرده، اما کیفیت سمت راستی به هم ریخته، بدتر شده چون ما داریم تعداد پیکسل بیشتری استفاده می‌کنیم ولی این بی‌کیفیت بوده داخل در واقع تصویر اولیه‌مون. و اصلا کلا چون تصویر همینه دیگه، شما هر چقدر تصویراتون با کیفیت باشه زمانی که از یه حدی بیشتر روی اونها زوم کنید یا اونها رو بزرگ کنید در واقع کیفیت خودشون رو از دست میده. پس واسه همینه که شما کلا نباید از نرم افزارهایی که مثل فتوشاپ استفاده کنید. میتونید از ایلاستریتور یا کورل استفاده کنید. پیشنهاد من ایلاستریتوره. چرا؟ چون که ما قراره که به هر حال داخل کارهای بسته‌بندی رو از عکس هم استفاده کنیم. من نگفتم نباید استفاده کنید، دارم میگم باید از تصویر، نباید از در واقع برنامه استفاده کرد که تصویر محوره، یعنی پیکسل محوره مثل فتوشاپ. ما میتونیم داخل طراحیمون از تصویر هم استفاده کنیم و برای اینکه بتونیم از اون تصویر به نحو احسن استفاده کنیم باید اول از همه داخل فتوشاپ مثلا آبجکتش رو جدا کنیم، تک رنگش کنیم، رنگش رو تغییر بدیم، هزار کار دیگه. و پل ارتباطی بین فتوشاپ و ایلاستریتور خیلی راحت‌تره چون جفتشون از شرکت ادوبی هستن. اما اگر از کورل استفاده کنید شما باید حالا یه سری تکنیک بزنید، اینو مثلا خروجی بگیرید، بعد اصلا کلا فایل‌های مثلا پی اس تی داخل ایلاستریتور باز میشن، میتونید سیو کنید. خیلی واقعا کارتون راحت‌تره. برعکسش هم هست دیگه، شما اگر بخواید موکاپ کنید ارسال فایل از ایلاستریتور به فتوشاپ راحت‌تره تا کورل به فتوشاپ. واسه همین که من میگم حالا از همه شما باید برنامه‌تون رو انتخاب کنید. پیشنهاد من همون ایلاستریتوره و دونستن فتوشاپ. و برای اینکه این دوره رو کامل بتونید بگذرونید راحت باشین، تسلط نسبی یا حالا رو به بالایی نسبت به ایلاستریتور و فتوشاپ جفتش لازم دارید. حالا فتوشاپ یه مقدار کمتر ولی ایلاستریتور تسلط خوبی رو لازم دارید تا بتونید دوره راحت‌تری رو بگذرونید. خب حالا در رابطه با فضای درونی ایلاستریتور می‌خوایم با هم صحبتی داشته باشیم. ببینید شما وقتی که از پنجره ویندو این ورک اسپیس رو انتخاب کنید، اینجا یه عالمه ورک اسپیس های مختلفی رو می‌بینید، فضاهای کاری مختلفی رو می‌بینید که می‌تونید از اونها استفاده کنید واسه
طراحی. مثلا میگم اگر شما دارید در واقع نقاشی دیجیتال میکنید، میتونید از پینتینگ استفاده کنید. این که حالا دارین کارهای چاپی انجام میدید، میتونید از پرینت استفاده کنید. حالا هر چیز، مثلا تایپوگرافی، میتونید از این استفاده کنید. من خودم یه دونه دارم، یه در واقع ورک اسپیسی رو طراحی کردم مختص خودم، اسمش هم گذاشتم مهدی. شما هم میتونید در واقع همین کارو انجام بدین با من. حالا شما نیاز به این سری پنل هایی دارین داخل در واقع طراحیاتون که لازمه حتما این پنل ها بغل دستتون باشن زمانی که دارین طراحی می‌کنین با هم دیگه استفاده کنید. اولین و اساسی‌ترین پنلی که کلا داخل همه ورک اسپیس ها شما میتونید ببینید این پنل تولز یا ابزارهاتونه که دو تا حالت هم چیده میشه. یکیش این حالت تک ستونشه که من خیلی نمیپسندمش. دو ستون راحت‌تر، این موقع جمع جورتره، در دسترس‌تر، راحت‌تر است. اینو اول از همه شما لازم دارید و به ترتیب این پنل‌هایی که اینور هستن پراپرتیز و لایر. حالا به ترتیب براتون توضیح بدم. من اول جداشون کنم. خب من پنل ها رو جدا کردم همونطور که می‌بینید. اول از همه با این گروه بالایی براتون توضیح بدم. اولین پنلی که این بالا دارین پنل استروک هست. شما این رو داخل این تولبار بالا، این هدر بالا هم در واقع می‌بینیدش. این استروکی که اینجا می‌بینید همون استروکه که همینجاست. هیچ فرق با هم نداره ولی داشته باشین، چون عموما نرم افزارهایی که مود میشن خصوصا ایلاستریتور ممکنه مثلا این بالا کار نکنه، این پایین کار کنه. باید داشته باشینش. پنل بعدی که لازم میشه ترانسپرنسی از خیلی پنل مهمیه. حالا جلوتر دربارش بیشتر صحبت می‌کنیم. داخل پروژه‌های مختلف به کارمون میاد و دربارش یاد می‌گیریم. اینا همه رو شما میتونید از همین پنجره ویندو هر کدوم که می‌خواید سرچ کنید، تیکشو بزنید بیاد اینجا بهتون نمایش داده بشه. پنل بعدیمون الاین هستش. این خیلی خیلی پنل مهمیه و دربارش براتون توضیح میدم. تکنیک‌های مهمی داخلش میتونید استفاده کنید. حالا شاید باش آشنا شده باشین ولی میگم مهمه، چون می‌خوایم مثلا وسط کار بیاد گوشه کار بچسب. شاید پنل ساده‌ای باشه و کار کردن باشه ولی پنل مهمی است، هر چقدر ساده است. پنل بعدیمون ترانسفورم. شما ترانسفورم و همون حتی الاین هم اینا رو داخل پراپرتیستون هم دارین. اگر یک آبجکتی رو بر فرض مثلا من یه دایره اینجا بکشم، من اینو سلکتش که میکنم، اینجا هم الاینش رو دارم میبینم، هم ترانسفورمش این بالاست. علاوه اینکه شما میتونید از این بغل اگر راست کلیک کنین یه گزینه ترانسفورم دیگه هم اینجا دارید و میتونید اینجا هم در واقع یه سری حرکتای روش حالا بزنید. بیشتر دربارهشون صحبت میکنم. خب من اینو پاکش کنم. یه ترانسفورم داریم که اینم باز به کارمون میاد و پنل بعدیمون پثفایندر هستش. این خیلی پنل مهمیه. بچه‌ای که طراحی لوگو کرده باشن عادتاً باش آشناییت دارن. خیلی به کارمون میاد برای جدا کردن آبجکت از هم دیگه، کم کردنشون از هم دیگه، اصلا با هم دیگه مرجشون کنیم. در واقع خیلی خیلی کاربرد خوبی داره واسه ما. من اینا همه رو داخل یک گروه قرار میدم و همه این پنل‌هایی که اینجا حالا واسهتون توضیح میدم من میذارم دست راست. به نظرم دسترسی بهش راحت‌تر واسه من حداقل. شما هر جور دلتون خواست میتونید استفاده کنید. میتونید همینطوری شناور استفاده کنید، میتونید یه گوشه بذارینشون. من حالا خیلی خوشم نمیاد که شلوغ باشه، مثلا اینطوری باز باشن پنل‌ها. میخوام تمرکز اصلی رو صفحه اصلی باشه، واسه همین بیشتر موقع میبندمشون. هر کدوم میخوام از این گوشه شما میتونید بازش کنید و دوباره ببندیدش. به نظر میاد راحت‌تره. حالا شما هر جور که خودتون دوست دارید میتونید استفاده بکنید. گروه بعدی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم با هم دیگه در واقع این گروه دوتایی هستش که یکی سیمبولز هستش. حالا خیلی کم پیش میاد ازش استفاده کنم ولی دم دست باشه بد نیست. و بعدی هم براشز هستش. براشز خیلی مهمه واسه ما. خیلی اوقات به کار میاد واسه اینکه کار رو واسمون راحت‌تر کنه. بخوایم حالا مثلا مسیرهای می‌خوایم هی تکرار کنیم، میتونیم از این براش‌های مختلفی رو تولید کنیم و بعد ازشون در واقع استفاده کنیم. من اینا رو دوباره میذارم همین زیر. اینا رو در واقع یه گروه، این بالایی هم یه گروه. پنل بعدیمون کاملا کارهایی هستن که واسه کالر هامون در واقع انجام میدیم و من اینجا قرار دادم. اولیش سواچز هست. شما دسترسی به رنگ‌های مختلفی که تولید کردین یا اصلا از قبل داخل نرم افزار بوده و تولید شده دارید. این پایین یه لایبرری دارید. این لایبرری هم بد نیست، یه نگاهی بهش بندازید. چیزای خوبی داخلش گیر میاد، رنگ‌های خوبی داخلش گیر میاد، میتونید ازش استفاده کنید. بعدی این پترن آپشنمون هستش. اگر بخوایم پترنی رو تولید کنیم، حالا خیلی هم مهم نیست اگه نداشتینش، ولی به نظرم بد نیست بغل دستتون باشه. اگر بخوایم پترنی رو تولید کنین یا هر چیز دیگه این بغل دستتون باشه خوبه، میتونید از راحت ازش استفاده کنید. و پنل بعدیمون گریدینت هستش. خب این در واقع تنظیمات گریدینتمون هست. شما ابزار گریدینت هم دارین اونجا. حالا میتونید در کنار این پنل جفتشو در کنار هم دیگه استفاده کنید. این مقدار کارتون واسه در واقع گریدینت دادن به آبجکت های مختلف راحت تره. پنل بعدیم کالر گاید. حالا اگر که رنگ خاصی رو مثلا مد نظر داشتین، می‌خواستین رنگ‌های مرتبط باهاش رو پیدا کنید، پنل بعدی نیست. من خیلی کم پیش میاد ازش استفاده کنم ولی خوبه، واقعا کاربردیه، بغل دستتون باشه بد نیست. و در نهایت پنل کالر هستش که خب گاهی اوقات ممکنه اینطوری ببینینش به خاطر این فضای مود شدهشه. اگر که در واقع CMYK باشه مودتون، CMYK رو جفتشون نشون میدم و این هم میذارمش این پایین.
خب گروه بعدی که دربارش صحبت می‌کنیم خیلی هم گروه مهمی است. قطعاً که نه، خیلی کم پیش میاد دربارش شنیده باشین. یکیش سپریشن پریویو و یکی دیگه‌ش هم اتریبیوت که اینا جفتشون در واقع برای کارهای چاپی استفاده میشن. خیلی هم مهمن، خیلی مهمن. حالا بیشتر دربارشون صحبت می‌کنیم و نحوه استفاده ازشون رو بیشتر با هم دیگه یاد می‌گیریم، ولی کارهای مهمی میشه باشون انجام داد. من اینا رو هم دوباره می‌ذارم همین دسته راست پایین. و در نهایت لینکس هستش که این پنل مهمی، اگر بخوایم چیزی رو لینک کنیم به داخل، حالا تصاویر مختلفی رو راحت‌تر می‌تونیم ازشون استفاده کنیم، خصوصا اگر بخوایم مثلا فایل فتوشاپ باز کنیم اینجا راحت‌تر کاره. اینا می‌ذارم میشین. دو تا پنل دیگه هم داریم، یکی پراپرتیزه که خیلی مهمه، شما قطعا خودتون الان روی صفحتون باز دارینش، اینم می‌تونید همین دسته راست بزنید چون پنل خیلی مهم‌تره. خیلی تعدادی از این پنل‌هایی که اینجا داریم می‌بینید هم داخل همین پراپرتیز قرار گرفتن. من فضای بیشتری رو در واقع بهش میدم، هرچند که خودش اصلا فضای بیشتری رو میطلبه. می‌ذارمش دسته راست. و پنل بعدیمون لیرز که خیلی مهم هم هستش، برای دسته‌بندی‌ها در واقع به کار میره و کارهای دیگه که حالا جلوتر بیشتر دربارشون صحبت می‌کنیم. خب نمیخوام خیلی جلسات طولانی بشه، هرچند جلسه اولمون یه مقدار طولانی شد ولی لازم بود که حتما اون مباحث داخل همون جلسه اول بسته بشه. در جلسه بعدی ما میریم سراغ دایلاین و گستره‌های مختلفی که میتونیم با هم دیگه طراحی کنیم و زبان چاپ رو در واقع زبان بسته‌بندی رو با هم دیگه یاد میگیریم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.